سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو و اینکه یه سری حواشی این چند وقت پیش اومده توی زندگی امیر و مبینا که ما لازم دونستیم که بیایم یه مصاحبه‌ای با مبینا انجام بدیم چون امیر که نیست و بفهمیم بیشتر چه اتفاقاتی افتاده و چجوری داره پیش میره زندگیشون در حال حاضر. حالا در ادامه بیشتر متوجه میشید. مبینا تو هم یه سلام علیک می‌خوای بکن؟ سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ میدونم همیشه این قابو 2 نفره دیدین ولی امیدوارم دوست داشته باشین دیگه. اومدم جواب سوالاتون رو بدم. خب بریم اولین سوال. مبینا چجوری فهمیدی که نیلی با امیر در ارتباطه؟ خب ببین، طبق اون ویدیویی که حالا همه دیدن، چون اسم نیلی اومده بود احساس میکنم یه سرنخ شد که این مثلا اتفاق بیفته و این ماجرا شکل بگیره. بعد من اولین بار کلا توضیح بدم که اصلا چی شد دیدم. اولین بار من آرایشگاه بودم، امیررضا رفته بود، نمیدونم کارواش رفته بود کجا، دنبال کارهای ماشین رفته بود. بعد گفت با اسنپ بیا چون کارم تمام نشده که بیام دنبالت. اومدم دیدم خونه است، رفته همون. بعد اومدم نشستم، بعد اومدم یه عکس رو ایردراپ کنم از گوشیش واسه خودم که دیدم مثلا یه پیام اومده براش رو نوتیف گوشیش که از طرف نیلی افشار نوشته چه بازی کنیم، چه بازی دوست داری، چه بازی اصلا یادم نمیاد. بعد باز کردم تازه دیدم مثلا چقدر با هم صحبت کردن و اصلا انگار من فقط اینجا هیچی نمیدونستم. اولین ریاکشنی که دادی چی بود؟ نسبت به اون پیام امیر از هم اومد. ببین اصلا حالم خیلی بد شد، اصلا دست و پام میلرزید، نمیدونستم باید چی کار کنم. کلا حالا اصلا هیچ باورم نمیشد. 10 بار هر پیامو خوندم که بتونم هضمش کنم که مگه میشه اصلا همچین چیزی امکان پذیره؟ تو کجا، اون کجا، تو این ور اون ور، چطوری اصلا؟ واقعا سخته. اون سوال بعد اصلا یه چیزی شده که اصلا نمیدونم. حالا ادامه بدیم. اوکی تو اصلا؟ آره اوکی. اذیت که نمیشه. نه اوکی. مبینا تا حالا امیر نشون داده که بخواد برگرده مثلا آشتی کنه بگه اشتباه کردم و فلان و این داستانا یا نه؟ خب ببین اولین روزی که مثلا این اتفاق افتاد همون روز من همه پیاما رو مثلا خوندم و برای اینکه دستم باشه و مثلا بعدن زیرش نزنه بگه نه اینجوری نبوده اونجوری نبوده، اسکرین شات گرفتم از تک تکشون، بالای 10 بار اسکرین شات گرفتم فرستادم گوشی خودم، گوشیشو همونجوری گذاشتم رفتم. بعد وقتی رفتم خونه مامانم، بعد دیدم کلی داره زنگ میزنه که اصلا کجایی، مثلا چه جوابم میده، اس ام اس میده طلبکارانه کجایی، نمیدونم جواب بده چی شده. ولی خب اصلا نمیدونست که تو فهمیدی، اصلا نمیدونست. کجا فهمید؟ اونجایی که دیدم داره با من میجنگه که معلوم نیست کجا رفتی، نمیدونم از اینجور حرفا، مثلا طلبکار سر من. اومدم پیامشو استوری کردم گفتم که نمیدونی چی شده، مثلا خودتو زدی به اون راه، فکر کردی مثلا من خبر ندارم. اونجا تازه فهمید. بعد از اونم دیگه هیچ زنگی به من نزد، هیچ پیامی، هیچ زنگی از طرف هیچ کس مثلا نداشتم. سوال بعدی رو اگه امیر بخواد الان برگرده واکنش چیه؟ چی بهش میگی؟ قبول نمیکنه. مثلا یه جوره راه نداره. آقا اصلا چی شد؟ نیلی اونور، امیر اینور، اصلا یه خیلی دور از ذهنه. نیلی افشار، امیر، چی شد اصلا؟ فهمیدی چیزی که اصلا چرا اینجوری شد؟ چی شد؟ اول اون پی ام داد، اول این پی ام داد. ببین اون چیزی که من دیدم، امیررضا یه ریاکت کرده رو استوری نیلی و انگار مثلا منتظر این ریاکت بوده، انگار منتظر بوده که این صحبت شکل بگیره، یعنی در جا مثلا صحبتشون شکل گرفته، خیلی گرم، انگار که مثلا چندین سال همون میشناسن. بعد من اصلا همینو باورم نمیشد. 10 بار نگاه کردم ببینم اصلا پیج خودشه، نمیدونم استوریاشو نگاه کردم، پستاشو نگاه کردم، پیاماشون رو چند بار خوندم. واقعا خیلی عجیب بود برام. میگفتم مثلا چجوری تونسته؟ حداقل با یه کسی مثلا صحبت میکرد که قابل باورتر بود، میگفتم خب دیگه مثلا همین دیگه، همین عجیبه اصلا. همین خیلی عجیبه که اصلا نیلی کجا، امیر کجا، نمیدونم. واکنشت نسبت به حرف مردم که میگن نیلی از تو بهتره، خوشگل‌تره؟
نسبت به این چیه؟ چه واکنشی نشون میدی؟ چه واکنشی میتونم نشون بدم؟ من که حرفی ندارم. نظر خودتون میخوایم بدونید. به نظر من مثلا شاید همین حرفا روش تاثیر گذاشته که من الان مثلا وضعیتم به اینجا کشیده شده. شاید مثلا همین حرفا رو زیر اون ویدیو خونده، اون ویدیویی که برگشته گفته رو نیلی که راشم، شاید یه عده اومدن گفتن آره نیلی 100% بهتر از مبینا، نمیدونم قطعا که قشنگ‌تره، خوشگل‌تره، نمیدونم فلانه. شاید به خاطر همین بوده این اتفاق من افتاده. غلط کردم اون ویدیو رو ساختم. من میدونستم اینجوری میشه که هیچ وقت همچین غلطی رو نمی‌کردم. یعنی با خودت قبول داری مثلا این حرف مردمو دلت نمیشکنه؟ چه جوریه اینو میخوام بدونم. خب دلم که خیلی میشکنه، ولی انقدر الان حالم بده، انقدر مشکل دارم که اصلا مهم نیست مثلا. جا ندارم واسه این. استوریایی که نیلی میذاره تیکه میندازه بهت ناراحتت میکنه؟ اصلا میبینی چک میکنی یا نه واسه میفرستم؟ نه برام میفرستن دیگه، یعنی خودت یعنی تا استوری آپلود میشه 1000 نفر برام میفرستن که این اینو گفته، اون اینو گفته، این اونو جواب داده. ولی خب دیگه میذاره دیگه، نه من میتونم بگم نذار، نه میتونم کاری کنم. همه رو میبینم و منم جوابشو میدم. الان امیر کجاست میدونی؟ اصلا به من نه زنگ زده نه پیام داده، حتی زنگ نزده. مثلا یه معذرت خواهی چیزی نیست که زنگ بزنه بگه مثلا من آقا از کارم پشیمونم. ولی خب جوری که مثلا میبینم و برام میفرستن و میگن اینجوری اونجوری، انگار پیش دوستاشه دیگه. مبینا تو این موقعیتی که الان قرار گرفتی، یعنی والا شوهرت خیانت کرده، با یه تقریبا سلبریتی هم بهت خیانت کرده، شرایطت خیلی سخته، چی بیشتر از همه چیز داره اذیتت میکنه تو این موقعیت؟ تو این موقعیت اول که فشارهایی که بقیه رو میذارن مردم، که مثلا آره همین حرفایی که گفته این بهتره، نمیدونم امیررضا مثلا امیررضا دنبال این بوده که اصلا بره با این فلان، مثلا اینجور چیزا که خیلی اذیتم میکنه. ولی بیشترینش این که من واقعا توی فشاری هم که نمیدونم مثلا از یه طرف خانواده‌ام، از یه طرف خودم، از یه طرف اصلا نمیدونم باید چیکار کنم، مثلا بلا تکلیفی که دارم، اینا خیلی داره اذیتم میکنه. مامانت اینا حرفی؟ از طرف خانواده‌ام که مثلا این انتخاب خودت بوده، خودت باید باش کنار بیای تا لحظه آخر. تقریبا سرکوفت که نه، یه جاهای حمایتم میکنن، ولی خب در نهایت چیزی که خودم انتخاب کردم، پس باید خودم یه راهی براش پیدا کنم. با نیلی درگیری چیزی داشتی؟ نه من اگر کوچیکترین حرفی هم میزدم جواب میخواست بده که شوهر خودت بهم پیام داده، من کاری نکردم. یعنی یه جورایی توف سربالاه دیگه، هر کاری نمیتونم بکنم چون اون که شروع نکرده که امیر شروع کرده. حالا من با امیرم کار دارم، اسکرین شاتشو دارم، ولی خب به خاطر مثلا خانواده‌ام، به خاطر اینکه هنوز رابطه‌ای که هنوز نمیدونم قراره تموم شه، قراره چی بشه بهش، نمیذارم. به خاطر آبروی زندگیم نمیذارم، هیچ حرفی نمیذارم هنوز، یعنی نذارم، شاید مجبور بشم بذارم، نمیدونم. خب الان همه منتظرن ببینن همچین چیزیو. اصلا یه چیزی بهت رک بگم، ببین همه فکر می‌کنن این الکی دروغه. حالا یه سریا میگن چه میدونم پولی رد و بدل شده، یه سریا میگن نه هماهنگ کردن، حاشیه است فلان. خب تو تا وقتی اونو رو نکنی که همه فکر می‌کنن حاشیه است و همینجوری میخوام بد و بیراهاشون رو بهت بگن دیگه. آخه هنوز از امیررضا مطمئن نشدم، یعنی واقعا دیگه چیکار باید بکنم؟ دوستش داره، نمیتونه قبول کنه. آخه یعنی وقتی مثلا با خودم مرورش میکنم میگم یعنی من انقدر براش بد بودم که بخواد با هم این کارو کنه؟ اصلا چطوری تونست؟ بعد اون حرفا به قدری سنگینن، به قدری اذیت کننده است که اصلا من بخوام بزنم یه خاره تو چشای خودم، تو صورت خودم. یعنی انقدر بد بوده، انقدر ناجور بوده. اصلا امکان این نیستش که حتی یه تیکشو بخونی. ببین الان مخاطبی که داره این ویدیو رو میبینه انتظار داره که بفهمه یه چیزی رو دیگه. نه اگر قرار باشه ادامه دار باشه و من این وسط مثلا اذیت شم یا مثلا بقیه بگن نمیدونم الکیه، همچین چیزی نیست، امیررضا اینجوری نیست و اینا، یعنی یه طرفه بخوان موضوع ببینن، که قطعا میذارم و همه رو نگه داشتم تا روزی که به اون حد برسم که بذارم. فعلا دارم بهش فرصت میدم که شاید به خودش بیاد و دست از این حداقل تیکه انداختناش برداره. به خودت بیا همین. نمیدونم الان کجایی چیکار داری میکنی، ولی مطمئنم این ویدیو رو داری میبینی. زنته اصلا حالش خوب نیست،
بنداز دور، چه کاریه بابا؟ اگه می‌خواستی این کارو بکنی واسه چی متأهل شدی؟ حالا کارت دارم. حالا من یه چیزی این وسط بگم. آره بگو. تا هست پسر مجرد دختر مجرد، خواهش میکنم با کسی که حتی تو رابطه است اصلا تیک نزنید، حرف نزنید. چه کارش دارید؟ مگه دختر پسر مجرد کمه؟ دقیقا. نیلی افشار که میگفت اصلا مثل که در جریان نبوده زن داره امیر و این مگه داستان. میشه در جریان همون دیگه، نباشه؟ مگه میشه قطعا نبینی؟ اون ویدیو رو تو خودت تو دیده. اینستاگرام داری فعالیت میکنی، مگه میشه که بعد دیگه تو اصلا تو اینستاگرام کسی که اومده مثلا پیجش رو دیده، یعنی ندیده که اون همه عکس و ویدیو من چیکارشم؟ اصلا عروسیتون هم هست. اصلا عروسی اصلا همه اون چی هیچی. تو هست. اون ویدیو که مگه گفته مثلا کراش من نیلی افشار، یعنی تو ندیدی منو؟ تو استوریات نشون دادی چمدون جمع کردی و استیکر هواپیما گذاشتی و کجا میخوای بری؟ والا نمیدونم، فقط به فکر اینی که اینجا نباشی هم. میخوام آره ترک کنم، فقط به فکر رفتنم. ترجیحم هم اینه که اصلا برم خارج از ایران یه مدت نباشم، کمتر قضاوت شم از دور و بریای خودم، یه مدت تنها باشم. یعنی کلا بری اونور آره زندگی، حالا مسافرت یا کلا مثلا همیشه؟ من نمیدونم، بستگی داره، هنوز من مشخص. تصمیمشو نگرفتم. سوال داری بازم؟ نه بریم واسه یه دونه یه ذره تو استراحت کن به نظرم، باید داری بریم اذیت واسه بخش میشی. بعدی. یه سری سوالای دیگه دارم که جوابش کوتاهه ولی خب دوست دارم بپرسم. باش. مشکلی نداری. مرسی. اوکی الان مبینا بله. مطمئن میزون این بخشو فقط با آریانا جواب بده. توضیح اگه دوست داشتی میتونی توضیح بدی، ولی خب من نمیخوام ازت اجباری توضیح نیست. بدی. اگه فقط در حد همون چت بود و استوریای ست نمیذاشتن با هم، امیر رو میبخشیدی؟ قلب آبی و آره میبخشیدی؟ خوش باید بدم الان فقط به امیر، هیچ ریاکشن دیگه نمیتونم بشم. بپرس. اگه تو جای امیر بودی همچین موقعیتی برات پیش میومد تو امیر رو بری میکردی؟ 100% نه، اصلا نمیذاشتم همچین موقعیتی پیش بیاد که بخوام امیر رو ول کنم. به این موقعیت رو درک کنم. پولش یه طرف، شهرتش یه طرف، نه. همه چیش نه. یعنی عشقت برات با ارزش تر. آره الان احساس می‌کنی عشقتون واسه امیر ارزشی نداشت. نداشته که اینجوری کرده دیگه. با این وضعیتی که پیش اومده هنوزم امیر رو دوست داری؟ نه. اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه تو با کسی دیگه ای میری تو رابطه؟ نه. یعنی هم دوستش نداری هم دیگه نمیخوای با آره کسی بری تو رابطه. دیگه آدم از یه جای شکست میخوره نمیتونه به هیچ کس اعتماد کنه، هیچ کس. درست قبول دارم. مبینه توی این مدت که این داستانا پیش اومده و حالا خیانت و هر چیزی که هستش، پیشنهادی داشتی از سمت کسی؟ پیشنهاد دوستی؟ آره مخصوصا از سمت رفیق خودش. اوه. از مقصرش خب امیر رفیقاش دیگه. حرام حاجی، اصلا عصبی شدم. ببین از نظر من مبینا، من خودم رو مقصر میدونم توی این قضیه هایی که پیش اومده، چون یه ویدیویی ساختم اشتباه کردم توی اون مجازات رو امیر انجام نداد و گفت روی نیلی کراشه. انقدر اون ویدیو پخش شد. به نظر خانم به جز مبینا کراش داری؟ شاید یه دلیل، یکی از دلایلش میتونه اون باشه. نظر تو هم همین هستش؟ یعنی تو هم منو مقصر میدونی؟ 50% داره. من تو همین تریبون واقعا ازت معذرت میخوام. اصلا ببین اونجا خودت هم بودی، اصلا فکرش هم نمی‌کردیم این اتفاق بیفته. من همونجا هم گفتم، همون لحظه تو اون مجازات رو انجام دادی، امیر گفت نیلی کراشه. من خودم هم جا خوردم اونو گفت، ولی گفتم خب مثلا شاید همینجوری گفته از سرش باز کنه. دیدم اینطوری نبوده، همه چی اصلا جدی شد. بعد به این نتیجه پی بردم که چقدر کلمه ها روح دارن، یعنی دقیقا همون چیزی که میگی یا به زبون میاری قشنگ برات اتفاق میافته. کاش اینجوری نمیشد. کاش. کاش اصلا اون سوال رو نمیپرسید. الان واقعا عذاب وجدان دارم من.
نمیدونم چیکار باید. فقط میدونم باید به عنوان رفیق یه کاری کنم که شاید درست شه، شاید این افتضاحی که پیش اومده شاید یه ذره وضعیتش بهتر بشه. بخاطر همین چون نمیشه میدونی یه طرفه بخوایم قضاوت کنیم و این داستانا، دوستم ندارم که تو ناراحت شی، ولی دوست دارم آره با امیرم یه مصاحبه اینجوری بگیرم، شاید اونم آقا یه چیزی یه دلیلی داشته باشه که تو نمیگی، من نمیدونم، خودتون که میدونید که تو صحبتاتو کردی، هم مردم دیدن هم ما شنیدیم. دوست دارم که امیرم بیارم. من مشکلی ندارم، مثلا به من ربطی نداره، اصلا اونجوری هم نیستم که بخوام بگم نه هر جایی که مثلا بخوام من باشم اون هیچ وقت نباید باشه، اصلا برای من فرقی نداره، بیاد حرفاشو بزنه، ولی هر چی هم بگه 100% حق با منه، اینو دیگه همه میدونن. شاید یه سندی چیزی، شاید یه چیزی داشته باشه، شاید اونم دلایل خودشو داره، نمیدونم. چون تو داری میگی 50 بارم زنگ زدی جواب ندادی فلان، ولی داره میگه روز اول فقط. نمیدونم، شاید یه چیزی باشه که به نظر من لازمه با امیرم صحبت کنم و من به عنوان رفیق وظیفه خودم میدونم که پادرمیونی کنم، بتونم شاید بتونم این افتضاحی که پیش اومده رو درستش کنم و اینکه امیدوارم که تموم بشه این مسئله ها و دوباره برگردید با هم دیگه و زندگیتون رو بکنید. تو هم یه ذره نمیدونم آخه نمیشم کوتاه اومد. آره امیر باید کوتاه بیاد. ما با اونم صحبت کنیم، نمیشه دیگه. حرفی چیزی خودت نداری؟ نه دیگه حرفامو زدم، انشالله که همیشه تو رابطه هاتون موفق و پایدار باشین و اینکه پایبند باشید، فقط همین. قدر دخترای خوب زندگیتون رو بدونید، پیدا نمیشه مثلشون. یه جمله واسه نیلی افشارم بگو، تو دوربین نگاه کن، چیزی که ته دلت رو بهش بگو. ببین خب چیزی تو نمیشه چیزی گفت، چون من هر حرفی بزنم 1000 تا حرف در میاد که شوهر خودت ریپلی کرده. من فقط میخوام یه جمله به شوهر خودم بگم. بگو. نمیدونم حالا داستان چیه، اصلا چرا این کارو کردی، ولی تنها کسی که تو سختیات، تو مشکلاتت، تو بدبیاریات بود من بودم. نباید خودتو درگیر یه اشتباه میکردی که اصلا نمیدونی قراره به کجا کشیده بشه. امیدوارم حداقل کسی باشه که مثل من دوستت داشته باشه، همین. امیدوارم که به اونجاها اصلا به اونجاها نرسی که بخواد اندازه تو دوستش داشته باشه نداشته باشه هرچی. مرسی که ویدیو رو دیدید. امیدوارم که سوالایی که داشتید برطرف شده باشه، جواباشو گرفته باشید. منتظر باشید 100% با امیر هماهنگ میشم. یه ویدیو مصاحبه اینجوری هم با امیر میگیرم تا حرفای اونم بشنوید. مرسی که دیدید. دوستون داریم. خداحافظ. خداحافظ.